سلام، درود فراوان بر شما مخاطبین عزیز. مهدی عیش هستم، به کانال یوتیوبمون خوش اومدید. اما قراره یه بازی موبایل بهتون معرفی کنم به اسم وایلد ریف که تو پی سی به عنوان لیگ آف لژند میشناسنش. ولی اومد یه کاری انجام داد که باعث شدن که مردم بیشتر سمت این بازی کشیده بشن و یه بازی رو ارائه داد به اسم وایلد ریف برای گوشی که خیلی بازی هیجان انگیزی است، بازی 55، بازی موبایل خیلی لذت بخشه. بریم که با هم این ویدیو رو داشته باشیم. توجه داشته باشید که این بازی دارای 3 تا روله: آف لین یا تاپ لین، سیف لین یا بات لین و یه مید لین که لاین وسط میشه و یه جایی هم داره به اسم جانگل که خب یه بیل خیلی خاصی داره اون جانگلر و کار بازی کردنش کار هر کسی نیست، ولی خب میتونید شما خیلی تمرین کنید، ویدیوهای یوتیوب ببینید، تو توییچ این بازی‌ها رو نگاه کنید و یاد بگیرید همه چیزو. این بازی بالای مثلا 100 یا 110 تا چمپیون داره که من دونه دونه‌شون رو براتون توضیح میدم در آینده. اول از همه باید یاد بگیرید که چمپیون‌ها چی کار میکنن، چه کارهایی رو انجام میدن، چه جوری اسپلاشون کار میکنه، چی کار باید کنید بازیتون بهتر بشه، چه جوری موو بدید در این بازی، یا مثلا اسپلا رو بعد بشینید دونه دونه بخونید، یا انقدر بازی کرده باشید که بدونید که حریف مقابلتون چه کارهایی میتونه انجام بده، چه ابیلیتی هایی داره، چه جوری بعد آیتم ببندید که حریف مقابلتون رو کانتر کنید در مقابلش، چه جوری زنده بمونید، چه جوری فرار کنید. اینا همش راه و روش داره که من دونه دونه شون رو بهتون توضیح میدم. اگر هم توجه داشته باشید متوجه میشید که لاین میدان خب یه لاین خیلی خاصی، شما تنهایید و اینکه بعد یاد بگیرید که حریفتون چجوریه. الان دقت کنید من چیزی برداشتم که وقتی موقعی که میمیرم دوباره زنده میشم و خب این ابیلیتیم موقته، بعد از کولا میخوره. بعد یاد بگیرم که چجوری دمیج بدم، چه اسپلام چه دمیجای خاصی میده، به چی دمیج میده، رو کدوم هیرو یوزش بدم بهتر دمیج میخوره. و بازم میگم این بازی خیلی طرفدار داره و مسابقاتش خیلی بیننده داره، خیلی هزینه میکنن براش. البته لیگ آف لژند این بازی خب وایلد ریف برای گوشی انجام میشه. اول از همه بگم که این بازی اینترنت خیلی خوبی میخواد. چرا؟ چون شما موقعی که میخواید اسپلاتون رو یوز بدید باید دقیق یوز بدید. موقعی که پینگ شما بالا باشه خب خودتون هم میدونید پینگ بالا باعث میشه که اذیت بشید، خیلی دردسرا داره، چون این بازی ثانیه به ثانیه جلو میده و شما باید جوری بازی کنید که اسپلاتون رو دقیق بزنید. اگه اسپل دقیق نزنید میس بدید، خب تیم حریف خیلی راحت میاد شما رو میبره و میکشه و تورنتاتون رو میگیره یا همون تاوراتون رو میگیره و بازی تمام میشه. و اگه خیلی قشنگ بازی کنید شما میتونید یه بازی خیلی ترتمیزی داشته باشید، اسپلاتون رو دقیق بزنید. همه چیز اول به پینگ بازیتون مربوطه و اینکه چجوری بازی کنید، چقدر تمرین کرده باشید. در این میبینید که ما اینجا 3 تا رول داریم: رنک، نورمال، ترینینگ. ما الان فعلا به بخش نورمال ترینینگش کاریم، فعلا به بخش رنک کاری نداریم. اونو در آینده براتون یه ویدیو دیگه مجزا میگیرم و توضیح بهتون میدم که چه کارهایی باید انجام. خب الان نورمال گیم رو میخوام توضیح بهتون بدم. نورمال گیم PvP، آرام and COP versus AI داره. PvP خب پلیر ورسس پلیره، اونجا شما آدمای دیگه هم هستن، میتونید برید اونجا چمپیوناتون رو تست کنید. آرام یه مودیه که فقط یه لاین وجود داره و 5 تا پلیر مقابلتون هم 5 تا میبر که یه لاین رو با هم 5 نفره بازی میکنید. COP versus AI بازی کردن با بات. ما الان فعلا با این کاری نداریم و به بخش ترینینگ کاریم، یعنی بخش توتوریالز. و موقعی که بخش توتوریال بازی رو تمام کنید به شما یه کپسولی میده که میتونید چمپیونتون رو انتخاب کنید. من برای این کار که بخوام الان به شما نشون بدم، چمپیونی که قرار انتخاب کنم چمپیون جینکسه و قراره که به اون بهتون توضیح بدم چجوری میتونید بازی رو انجام بدید یا چجوری بازی استارت بزنید. این بخش مهم اولیه بازیه که به شما یاد میده اصلا این بازی از شما چی میخواد، چه کارهایی رو باید انجام بدید. خب در این بخش که شما توجه میکنید من خیلی راحت الان که بازی استارت کردم. این بازی شامل 3 تا تورنت و یه نکسوس. توتوریال بهتون نشون میده که چجوری موومنت داشته باشید، چجوری اسپلاتون استفاده کنید، هیروهای مقابلتون چه کارهایی دارن، تورنت چی کار میکنه، اصلا نکسوس چیه. اگه دقت داشته باشید خب این بازی رو خیلی راحت میتونید شما یاد بگیرید همون در مرحله اول. و اگه بخواید پروفشنال بشید من یه ویدیو ساختم، میتونید دقت کنید. اگه دقت هم کنید اون بالا سمت راست واسهتون گذاشتم، میتونید روش کلیک کنید و برید ببینید. اگر هم دقت داشته باشید رو سر چمپیونتون یه سری چیزا هست: نامبر، لول، HP، امانا.
لولتون که خب اگه یونیت ها رو بزنید، اگه هیرو ها رو بکشید بهتون XP میده و لول اپ میشید. HP تون با رنگ سبز و مانا با رنگ آبی نشون میشه. مانا چیکار میکنه؟ مانا باعث میشه که اسپلاتون یوز بدید و اگه ماناتون تمام بشه خب شما نمیتونید هیچ کاری انجام بدید. HP یعنی هلت بازیتون به موقعی کم میشه که یونیت، تاور و هیرو ها بهتون اسپل بزنن. و اگه HP کم میشه خب مشخصه این تو همه بازی هم وجود داره، موقعی که HP کم میشه میمیرید. اگه ماناتون کم بشه نمیتونید اسپل بزنید. خب یونیت ها رو شما موقعی که بزنید خب اولین اچیومنت رو میگیرید و میرید سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که اسپل میگه آقا شما موقعی که لول 1 یه اسپلی براتون باز میشه و خب شما میتونید استفاده کنید. بهتون یاد میگه اصلا چجوری اسپلا رو یوز بدید. توتوریال برای همین ساخته شده که به شما یاد بده آقا موو تو این بازی چجوریه، نحوه اسپل زدن چجوریه، نحوه اتک زدن چجوریه، چجوری باید ابجکتیوا رو همه رو انجام بدید. موقعی که موونت ها رو یاد میگیرید، الان دقت کنید من الان چند تا یونیت زدم، لولم شد 2 و اسپل جدیدی رو باز کردم. اسپل جدید اگه دقت کنید به شما یاد میده که آقا چجوری باید این بگیرید بزنید به یونیت ها. نکنن توجه داشته باش من الان دارم دونه دونه یونیت ها رو میزنم، خیلی راحت کشم یونیت ها رو، اسپلامو یوز میدم. اگر دقت کنید مانام داره کم میشه و باعث میشه که نتونم اسپلامو سریعتر یوز بدم. اسپلا اینجوری نیستن که خیلی راحت یوزشون بدید، تون یوزش کنید. یه کولدان داره، اون کولدان بگذره دوباره شما میتونید اسپلتون رو استفاده کنید، خیلی راحت تر کاراتون انجام بدید. و یه سری آیتم هم هستن که کولدان ریداکشن دارن و خب باعث میشه که کولدان اسپلاتون پایینتر بیاد و تون استفاده کنید. حالا من میخوام با یه چمپیون دیگه الان کارم انجام بدم. جینکس که کارش تمام شد و میبینید که حریفم الان رو به رومه، حریفم باته الان، ولی خب اگه شما بخواید رنک منچ بازی کنید یه پلیر جلوتون میفته. همینجوری که میبینید من اسپلامو یوز میکنم. اسپل اصلیم اولتیمه، یعنی لول 6 به اونور میگیرم من اولتیم. الان دقت کن این چمپیون جوری بود که اولتیشو موقعی بعد استفاده کنی که HP حریفتون کم باشه. و در قسمتی که قرار الان بهتون توضیح بدم تورنت بازیه. تورنت بازی اینجوریه که اگه شما نفر اول بری و یونیت ها نباشه خب خیلی راحت تورنت شما رو میزنه و میکشه. خیلی هم راحت این تورنت این کارو انجام میده چون دمیج بالایی داره. خب شما هم لولتون پایینه و میبینید. برای اینکه تورنت اول شما رو نزنه اول بعد یونیت ها برن بعد شما وارد شید. یعنی دقت کنید که الان یونیت ها وارد شدن، خیلی راحت یونیت ها دارن کاراشون رو انجام میدن، شما هم دارید تورنت رو میزنید. اگه شما تورنت حریف رو دارید میزنید و حریفتون میاد، شما اگه حریفتون رو بزنید تورنت شما رو تارگت میکنه و یه دمیج خیلی سنگینی به شما میزنه. چیکار کنم آقا که تورنت منو نزنه؟ خب خیلی راحته، هیچ چیزی یوز نمی‌کنی، اتک نمیدی حریفتو. اگر حریفتون داشت شما رو اذیت میکرد از اون منطقه تورنت میای بیرون و اگه حریف شما استان داشته باشه خیلی راحت شما رو استان میکنه زیر تورنتش و میکشه شما رو. چیزی که در این بازی وجود داره به اسم گنگه. گنگ چه میکنید؟ خب مشخصه گنگ تک به تک نیست، معمولا 3 به 3 4 به 4 5 به 5 گنگ میکنید. همونجوری که توجه داشته باشین که الان من دارم گنگ میکنم، خیلی راحت دارم با همکاری پلیرها داریم خیلی راحت گنگ رو میبریم و میزنیم. چیزی که وجود داره برای که شما بازی تمام کنید تورنتا نیستن، یه چیزی وجود داره به اسم نکسوس که میتونی شما نکسوس رو بزنید موقعی که تورنتاشون رو زده باشید. شما میتونید برید راحت نکسوس رو بزنید و بازی تمام میشه. خب دوستان اینم از ویدیو امروزمون که راجع بازی موبایل وایلد ریفت بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما بازم میگم ما رو به رفیقاتون و دوستاتون و آشنایتون شیر کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب این یادتون نره و در آینده این چنل قراره خیلی از کار انجام بدیم. روز خوبی داشته باشید.